سلام و درود به تمام شما بینندگان عزیز و هواداران پخت و پز. بازم ما هستیم مهمانی کاشانه های شما. ما همیشه کوشش میکنیم که برای شما خوراک های کم خرج و سیر غذا و آسان را برای شما پیشنهاد کنیم. البته در این ویدیو برای شما یکی از خوراک های زود آماده می شدگی را که با عادی ترین چی آماده می شود برای شما پیشکش میکنیم. تا حال عزیزان عضو کانال ما نباشد عضو شوید و با ما باشید تا آخر ویدیو. می رویم با آماده کردنی خوراک. خب این موادهای لازمه برای خوراک هست، سبزواتی که در زیر نویسش نوشته بودم و انا همین طور شما میتونید اگر زیادتر کنید و حجم این خوراک رو بگیرید. ما 5 دانه از این به اصطلاح رولتون ها یعنی مکرونی رولتون را در آب جوش خیلی در مدت کوتاه می جوشانیم تا که خودش را باز کند. خوب میگذاریم، ما در اونجا در آب جوش میگذاریم و اینجا یک 70 میلی گرم تقریبا روغن را میریزیم. خوب در دیگ الکی مکرونی ما آماده شد، میبینیم که خودش را باز کرد. تمام این را باید آب کش کرد. خوب آب کش میکنیم و میگذاریم همین طور میستد و آماده میکنیم یعنی ادامه خوراک را. ما 5 دانه تخم را یعنی در این کاسه اول خرد میکنیم میگیریم، چون که روغن ما جوش شدگی هست، داغ شدگی هست. اگر که یک بار در روغن گذاریم همه روغن میپوشد، یعنی خوب نیست، یعنی باید کمک عاقلانه کار کرد. خب 5 دانه تخم را زدیم و با کاسه در داخل آن میریزیم. این خوراک خیلی خوراک عادی است و خیلی خوراک خوشمزه است. کمی نمک میپوشیم. اول ما انا همین تخم را سرخ میکنیم. تخم را کمک سرخ میکنیم اگر نزدیک پختن شد و پیاز را اضافه میکنیم. پیاز را میبیاید، یعنی 5 دانه پیاز خرد کردگی هستیم. پیازهای میانه و پیاز را هم سرخ میکنیم، با هم میزنیم و سیر پیاز یعنی چسناک را هم از دنبالش میفرستیم. کمی اینها را تفت میدیم. تا تفت خوردن ما این قرنفل تند رو، قرنفل تیز رو چیکار میکنیم؟ دایره شکل خرد میکنیم. البته تیزی خوراک را خوشمزه تر میکند. خب دهن پوشش را پوشیدم تا که یعنی زودتر آماده شود. قرنفل رو هم میگذاریم و این چونین گوجه فرنگی یعنی پمیدار رو. پنج دانه از اون ادویجات یعنی پریپراوه های خودی رولتون رو که اسراف نشود ما از خود اون استفاده میکنیم. کمی این پریپراوه ها تندتر است، برای همین خاطر 3 دانه اش کفایه است. و کسانی که اگر تندخور باشن میتونن که 5 دانه که بود یعنی 5 دانه استفاده کنن. این خوراک همگی در 20 دقیقه از 20 تا نیم ساعت یعنی آماده میشه و شاید از این کمتر. کمی آب میریزیم، تقریبا 50 میلی گرم آب میریزیم تا که این خوراک ما سیر آب شود. خب یک قاشق
چایخوری نمک، یک قاشق چایخوری گلوتامات. یعنی یکی از نمک های خطایی میگویند که اون اونقدر شور نیست، یک مزه به خود خاص دارد. و چی کار میکنیم در آخر؟ خودی مکرونی رولتون رو انا چی کار میکنیم؟ قاطی میکنیم. این مکرونی ما کمی چسبیده است و حیله آسان این است که کمی انا همین طور بازش میکنیم، چند دانه در بالایش میگذاریم از چیزها رو، از اون زیربک ها رو، و چی کار میکنیم؟ دهن پوش با دهن پوش دهنش رو میپوشیم که وقتی بوغ بگیرد 2-3 دقیقه، 1 دقیقه 2 دقیقه فرق ندارد و چی می شود؟ کمی باز می شود. از این زوزه هست، این هم مال خطایی هست، یعنی کمی تقریبا با اندازه 1 قاشق خوراکخوری 2 قاشق خوراکخوری از اون زوزه استفاده میکنیم. این زوزه کمی شور هست، ما نمک رو کمتر انداخته بودیم و با این موافقت میکند. انا همین طور میکوبیم. الکی خوراکی ما آماده شد. این خوراکی که ما کردیم با اندازه 3 نفر است، یعنی 3 نفر میتوانند به ملال سیر شوند و هم خوراک خوشمزه هست و هم یعنی سیر میشوند. خب میبینیم که چگونه اشتیاق آور و اپتیت به نظر میرسد و من میسنجم که خیلی عالی است. عزیزان دستگیری را فراموش نکنید. خداوند از شما راضی باشد و در آخر یک صلوات به پیامبر میفرستیم تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار شما و شما اشتیاقتان.